کارمندان شعبه نظارت دولتی بخطری از ساختار خدمات دولتی آتش‌نشانی در ولایت سوخت در بازار رید تشکیل نمودند. مقصد آن پیشگیری حادثه‌های ناخوش ساختار و بلند برداشتن معرفت ساکنان وابسته به بخطری میباشد. حالا هوا گرم بوده، ناقل‌های غیر استانداردی و گازی مایع‌ها که در بالون‌ها استفاده کرده می‌شود خطر دارد. گذراندن ریدها و کارهای نظارتی پروفیلاکتیکی دوام هفته ادامه کرده بیش از 10 بالون‌های گازی مایع که خطر ترکیش را به میان می‌آورد مصادره کرده شد. هدف آن پیشگیری از حادثه‌های ناخوش میباشد. همچنین برای بلند برداشتن معرفت ساکنان اوید به بی‌خطری از ساختار مخصوصاً در گرما کارهای فهماندهی جان کرده شد. وابسته به اجرایش طلبات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اوید پرزور نمودن کارهای نظارتی پروفیلاکتیکی دایر به استفاده بر گازی مایع در حدود بازارها و مرکزهای کلان سودا، استفاده بر گازی مایع در آشخانه‌ها، نقطه‌های تست عیار، کارهای نظارتی پروفیلاکتیکی و سنجش‌ها گذرانده شده. هفته سپری گردیده در منطقه گرد و اطراف بازار پنجشنبه منتظم ریدها و کارهای نظارتی پروفیلاکتیک گذرانده 12 عدد ظرف‌های گازی مایع از نقطه‌های تست عیار و آشخانه‌ها گرفته شد. نسبت شخصانی که برخلاف طلبات قاعده بی‌خطری از ساختار با گازی مایع استفاده می‌بردند پروتکل‌های خودایرانکنی مأموری ترتیب داده شد. مقصد از تشکیل و برگزار کردن چنین ریدها این پیشگیری کردن حالت‌های ساختار است، زیرا بنا به تحلیل‌ها حادثه ناخوشی ساختار در ولایت سوخت در مقایسه با همین دوره سال گذشته زیاد شده است. سبب اساسی زیاد شدنش این ندانستن قاعده‌های عادی‌ترین بی‌خطری از ساختار میباشد. گزارش مفنوش کرو، منظور بخچارزاده و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.